نهایت باید گفت که مسئله آزادی در ایران برای ما بسیار بسیار مهمه، چون ما برای آزادی مبارزه میکنیم، ما برای حقوق بشر مبارزه میکنیم، ولی هرگز مصالح ملی خودمون رو فدای مسائل حقوق بشر برای مسئله مردم فارس نخواهیم کرد. مسئله حقوق بشر اول در اهواز باید حل بشه، اول مسئله حقوق بشر ملت‌های تحت سیستم بذار حل بشه، بعد از اون ما به دنبال حقوق بیشتری برای ملت‌های ما تا حالا حقوقی که ملت‌های فارس دارن نداریم، چه برسه به این که ما برای ملت فارس بیشتر مبارزه بکنیم، خون بدیم، بعد به دنبال این بیایم که در تهران دنبال حقوق دیگری باشیم. ما هرگز دیگر اون در واقع تجربه 79 رو تجربه نخواهیم کرد. من اجازه بدین به مسئله دیگری اینجا باز به روشنی صحبت بکنم. جبهه دموکراتیک مردمی اهواز از همون بعد و تأسیس خود با اعلام اینکه ملل تحت ستم و اشغال شده متحدان استراتژیک خود هستند، کار خودش رو در 20 سال گذشته شروع کرد و در همون داخل اهواز از وقتی که هنوز در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های اهواز اونجا درس می‌خواندیم، سعی کردیم با رفقای کردستانی، رفقای آذربایجانی، از رفقای بلوچ و غیره دوستانی داشته باشیم که در مورد کردستان و آذربایجان و بلوچستان بدونیم و تا جایی که تونستیم ایجاد دوستی کردیم در واقع. ولی بعد از رسیدن به خارج از کشور در 10 سال گذشته ما شدیداً به دنبال ایجاد رابطه دوستانه و عمیق با دوستانمون بودیم و در اولین مناسبت هایی که از طرف حزب دموکرات کردستان در 10 سال گذشته، کردستان ایران در 10 سال گذشته به ما، من کاک عبدالله را اینجا یاد میارم که از کچنر فکر میکنم ایشون تشریف آوردن، ما حاضر شدیم و در همون روزهای اول در واقع اعلام کردیم که جبهه دموکراتیک مردمی ایران، مردمی اهواز جزو لاینفک مبارزات ملل تحت ستم و اشغال شده برای رهایی و رسیدن به حق تعیین سرنوشته. خواسته های بدون هیچ غبار جبهه دموکراتیک مردمی اهواز تأسیس دولت ملی اهواز بر سرزمین های تاریخی اهوازه، ولی این هرگز نمانع شده که ما با تمام سازمان های ملل تحت ستم و اشغال شده در هر سطحی از مطالبات خودشون با احترامی که ما برای این ملت ها مبارزاتشون داریم و ایمان کامل به این که هر کدوم از این ملت ها دارای سازمان های مختلف هستند، با تمام اون سازمان ها ما احترام میذاریم و با تمام این سازمان ها به اندازه هایی که خودشون میخوان ما رابطه برقرار میکنیم و آماده رابطه هستیم. برای همین میبینیم که ما با هم دوستان و رفقای فدرال خواه ملت های مختلف کار میکنیم بدون اینکه در وضعیت داخلی یا خواسته های اونها دخالتی داشته باشیم و با همه سازمان های استقلال طلب یا حق تعیین سرنوشت. و این نتیجه دیدگاه ما نسبت به یک مسئله است و اون این که ما هرگز نخواهیم خواست که در مسائل ما دخالتی بشه. در واقع من نمیگم در مسائل دیگران، در مسائل مربوط به اهواز. اول ما میگیم نباید کسی دخالت بکنه، برای همین ما در خواسته های دیگران نه دخالت میکنیم نه در مبارزات اونها، برعکس ما متحدان خود میدانیم و یقینا با همین اتحادی که خواهیم داشت در آینده یقینا پیروزی با ملت های ما خواهد بود. تجربه همین جنبش سبز ثابت کرد که سکوت کردستان، سکوت آذربایجان، عدم دخالت بلوچستان، دوری ترکمنستان و اهواز، ما فیلم داریم اصطلاح اون اقلیت فارسی که در اهواز هستند شعار میدن، میفتن به خیابونها اهوازی با غیرت حمایت، یعنی میفتادن به خیابون، از ما میخواستن که ما حمایتشون بکنیم، در حالی که ما حمایت از کی بکنیم؟ از کسی که آمده خانه عرب گرفته اشغال کرده نشسته تو خانه عرب، بعد انتظار داره عرب ازش حمایت بکنه؟ ما هرگز نخواهیم کرد. برعکس ما بهش میگیم برگردید به ملت خودتون اونجا خدمت بکنید، آزادی رو برای ملت خودتون بخواید، آزادی رو برای ملت ما بخواید. ما در نهایت ما نه اشغالگر هستیم و نرفتیم شهر کسی رو گرفتیم، نه روستای کسی رو گرفتیم، از مرز هیچ کسی نگذاشتیم. 80 ساله که ثروت‌های ما غارت شده، 80 ساله که فرهنگ ما رو دارن چپاول میکنن و میبینید و نه ما همه ملت‌های تحت ستم ملی و اشغال شده و همین وضعیت در واقع افتادن و در نهایت به شکل بسیار بسیار فجیعی ستم ملی و ستم انسانی به نقض حقوق بشر هست. من یه مسئله رو میخوام بگم، رفیق ابراهیم فرمودن در مورد اینکه دنیا به ایران به عنوان یک
در واقع یونیون نگاه میکنه، یک استیت نگاه میکنه، من میگم که این استیت رو که با شمشیر و با توپ و تانک درست کردن ما نه قبول کردیم نه قبول خواهیم کرد. ممکنه در کانادا این استیت در کانادا با توافق ملت کانادا، ملت‌های مختلف در کانادا وجود آمده، ولی نه در اهواز نه در کردستان و نه در آذربایجان اشغال نه یک بار بلکه چندین بار انجام گرفته در سالهای 1920، در سال 1940 و در سال 1979 اشغال ها هی تکرار میشد و هی با توپ و تانک و اسلحه این به اصطلاح استیت نگهداری میشه. در مورد جامعه جهانی باید گفت که جامعه جهانی دوست و دشمن ثابتی نداره، مصالح ثابت داره و ما این جامعه جهانی رو درست میشناسیم و داریم روش کار میکنیم و دقیقاً هم لمس کردیم که این جامعه جهانی که یوگسلاوی رو به خاطر مسائل خودش چندین یوگسلاوی میکنه ولی حاضر نیست به در واقع جاهای دیگه اعتراف بکنه، این نشانه بسیار روشن و واضحه. جهانی که جنوب سودان رو داره مستقل میکنه، دارفور رو داره مستقل میکنه ولی صحبت مثلا از ملت کرد در عراق یا جای دیگه نمیکنه، اینو دقیقاً و یقینا میشناسیم و میدونیم اینا به دنبال چی هستن. برای همینه به نظر من وحدت ملت‌های تحت ستم و اشغال شده است که در نهایت ایران رو نگه میداره یا ایران رو در واقع تفکیک میکنه. ما معتقدیم که ایران و آینده ایران بستگی به کرد، ترک، بلوچ، ترکمن و عرب داره، نه به فارس. فارس ها در نهایت اقلیتیان در داخل ایران و ملت‌های تحت ستم و اشغالگر هستند که ایران رو نگه میدارند یا در واقع ایران رو به 6 تا کشور مستقل و دارای حقوق بین الملل کشوری از جامعه در واقع جهانی میدونن. من صحبتمو کوتاه میکنم، دوباره تشکر میکنم از تک تک عزیزان حاضر که تشریف آوردن، از جناب آقای طه حسینیان، مجید گرمیانی، از البته من بدون اسم تشکیلات چون آقای جهانگیری، جناب رفیق رحمان، رفیق ابو محمد بلوچ، رفیق عزیز و گرامی جناب آقای ستایش، جناب دکتر ظفر، جناب آقای اختای و همه عزیزانی که کردستان، در بلوچستان، در ترکمنستان و انشالله در اهواز با هم شاد و خرم خواهیم بود به امید عروس. سپاسگزارم همه.